منتخب نورستانی تو 16 ساله تاجیکستان رقابت آخرین خود را در مرحله گروهی مسابقه بین‌المللی جام رشد 2020 با غلبه انجام داد. برای شاگردان الدین توردیف رقابت با تیم گرجستان آسان نبود، ولی هنر والای آنها در میدان سبز مخلصان فوتبال تاجیک را شاد نمود. شرحین بازی در گزارش. در دور آخری مرحله گروهی مسابقه جام رشد 2020 که در شهر مینسک بلاروس جریان دارد، نورستانی تو 16 ساله تاجیکستان در گروه بی بر مقابل همتایان خود از گرجستان به میدان برآمدند. آخرین دو تیم از آغاز تا انجام جالب دیدنی صورت گرفت و در آخر نورستانی کشور توانستند با حساب 2-1 غلبه نمایند. با وجود آن که حساب بازی را فوتبالبازان گرجی اولین شده گشودند، ولی در ادامه رقابت شاگردان الدین توردیف تشبث را به دست گرفته با زدن 2 گل پای هم دست یافتند. گل‌های منتخب نورستانی کشور علی جانی عینی در دقیقه 36 و سنت‌الله عزیزوف در دقیقه 76 به ثمر رسانیدند. خاطررسان می‌کنیم که در زدن هر دو گل تیم نورستانی میهن خسرو تویروف نقش اساسی بازید. بازی دیگری گروه میان تیم‌های نورستانی ایسلندیا و اسرائیل با حساب 2-0 به سود بازیگران ایسلندی خاتمه یافت. پس از این کامیابی منتخب نورستانی تا 16 ساله ما در گروه با کسب 6 امتیاز به زینه اول برآمده راه خود را به دور نهایی مسابقه هموار ساخت. اکنون نورستانی تا 16 ساله ما برای مدال‌های طلایی مسابقه با غالبی گروه A یا با منتخب نورستانی بلاروس یا با منتخب نورستانی بلژیم رقابت خواهد کرد.